دادگاه نویه بسمانی شهر مسکو شام 24 مارس سال 2024 همه 4 زاده تاجیکستان را که بر اساس قسم 3 ماده 205 کودکس جنایتی روسیه به صادر کردن عمل تروریستی و قتل ده نفر در تالار کنسرت‌های کراکوس سیتی هال در شهر کراسنogorsk در کنار پایتخت روسیه عیبدار میشوند بحث پیشکی گرفت. در همان حمله شام 22 مارس دست کم 137 نفر کشته و بیش از 180 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت حمله را سازمان تروریستی دولت اسلامی یا داعش به دوش گرفت. مرافع این 4 نفر به صورت پوشیده صورت گرفت چون که تفتیشات گفت مرافع باز میتواند باعث ایجاد خطر به امنیت اشتراک کنندگان مرافع و خویشاوندان آنها گردد. همچنین سبب افشای سر دولتی شود، اما تفتیشات شرح نداد که 4 نفر متهم به تروریسم چه سر دولتی را میتوانند آشکار کنند. در هر صورت بنا به اطلاع تلگرام کانال دادگاه نویه بسمانی درخواست تفتیشات را قانونی ساخته همه 4 متهم را برای 1 ماه و 28 روز یعنی تا 22 ماه سال 2024 به حبس پیشکی گرفت. اینها میرزایف دلیرجان باروتوویچ سال 1991 مهلت ثبت نامش در روسیه گذشته است. پدر 4 فرزند از جمله دوگانگ‌های 1.5 ساله. برخی کانال‌ها دلیرجان میرزایف را سرکرده حملگران نام بردند. خود او در بازپرسی نخستین درباره نفر با نام عبدالله خبر داد که گویا آنها را برای انجام این حمله جلب کرده، حتی برایشان ماشین خرید. رجب علی زاده سید اکرم مرادعلی سال 1994 پدر 4 فرزند. رجب علی زاده همان است که نیروهای ویژه روسیه هنگام بازداشتش در جنگل در ولایت بریانسک گوش او را بریده به دهانش انداختند و با تهدید مجبور میکردند که گوشش را بخورد. دادگاه در اطلاعش گفت رجب علی زاده نیز در دادگاه به گناه خود اعتراف کرد. فریدون شمس‌الدین سال 1998 پدر 1 فرزند. این همان است که بعد بازداشتش در ولایت بریانسک یا از ترس و یا از سردی به شدت میلرزید و بیانات داد که به هر کدام آنها برای انجام این حمله 500,000 روبل وعده داده بودند. فیضوف محمد صابر زاکروویچ سال 2005 هنوز مجرد عضو اعظم جوان دسته او را هنگام بازداشت تیر زدند و از این رو فیضوف را با ماشین یوری تاجیلی به دادگاه آورده به تالار مرافعه سوار عربچه تیبی درآوردند. حمله به کراکوس سیتی هال بزرگترین حمله تروریستی در روسیه از زمان حمله ماه سپتامبر سال 2024 به مکتب رقم 1 در شهر بیسلند دانسته می شود. در جریان اون حمله جدای طلبان چچن 330 نفر را کشتند. فیسبوک قبلا از بازداشت 11 نفر با اتهام همدستی در حمله کراسنogorsk خبر داده بود، ولی به دادگاه تنها 4 نفر را که تفتیشات اجرا کننده به واسطه حمله می شمارد آوردند. درباره سرنوشت 7 نفر باقی مانده همچنین درباره شخصیت آنها و از کدام کشور بودنشان هنوز معلوماتی در دست نیست.